وقتی که در وقت‌های خولگی من نظر به شبکه‌های اینترنتی میکنم و بعضی ویدیویی که من نظر میکنم راستی از این من ریزو نیستم، چون که بیشتری اون گفته ها برخلاف حکومت است، بر ضد حکومت است. من از این ریزو نیستم، چون که امروز اینقدر شرایط هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان برای ما شهروندان جمهوری تاجیکستان مهیا کرده است باعث پیشروی و افتخار است. مثال ما نظر از گذشته کنیم، از پاشخوری اتحاد شوروی و به دست در آوردن استقلالیت جمهوری تاجیکستان چقدر مثلا یک بی‌سر و سامانی ها در حدود جمهوری تاجیکستان با وجود آمده بود که این هم حتی تا جایی شد که ملت تاجیک امید صلح را یعنی از دست داده بود. تو این درجه بدبختی ها بر سر ملت تاجیک اومده بود و نمی توانستند که آزاد تاجیکان سیر و گشت کنند، آزاد به کوچه های شهر وارد شوند، آزاد سخنهای خود را ابراز کنند. همه این پیشروی ها را ما دیده می توانیم با چشم سر و برای همین ما باید شکرانه از این دولت از این مهنت کنیم. وقتی که سخن درباره مهاجرت مهنتی می رود، این هم مثلا بعضی سخن ها ناجا آورده شده است، چون که مهاجرت مهنتی امروز نیست. مهاجرت مهنتی حتی از عصرها و سالهای گذشته پیشین، یعنی که در یک حدود جمهوری تاجیکستان بلکه در روسیه هم است، در امریکا هم است، در اوکراین، بلاروس، در همه دولت ها این مهاجرت مهنتی دیده می شود و برای همین باید ما مثلا نگوییم که تاجیکستان شهروندانش به مهاجرت مهنتی نروند. اما در شبکه‌های اجتماعی اشخاصی پیدا می شوند که امروز مردم را به اغوا می اندازند، مردم را به فتنه می آورند که این اونقدر خوب نیست. نظر از سالهای پیشین ما اندیشه کنیم، سالهای 90 را به خاطر بیاریم که اینقدر اغواها، اینقدر فتنه هایی که بود به ما چی داد؟ بجز غم و اندوه، بجز بی‌سر و سامانی ها، بجز گرسنگی ها دیگر چیزی برای ما داده نتوانست. تنها امروز پیشروی اقتصادیات، پیشروی دولت می تواند ما را در عرصه جهان، در بین کشورهای جهانی همچون یک دولت نامدار معرفی نماید. ولی در سامانه های اجتماعی باز به ویدیوهای روبرو گشتم که در ویدیوهای خود درباره کمبودی های ناچیز کوچکی که در داخل تاجیکستان هست در شبکه‌های اجتماعی پهن می‌سازند. اونا از حس بدبینی و از حس خصومت داشتنشان تماما پیشروی دولت را دیدن نمی‌خواهند. آنها برخلاف حکومت دولت خود عمل میکنند. یک چیز دیگر را دانسته باشند، آخر تاجیکستان وطن عزیزی آنها هم هست کو. تنقید کردن دولت و ملت و میهنشان یک نوع خیانت به دولت خودشان است.